عزیزای دلم سلام، امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه. قسمت جدید رمان پریچهر تقدیم نگاه قشنگ شما. به نام خدا. از اتاق پدرم بیرون اومدیم و به طرف آشپزخونه حرکت کردیم. فرخنده خانم داخل آشپزخونه مشغول غذا پختن بود. هومن: سلام فرخنده خانم، یه چای به ما میدید؟ فرخنده خانم: سلام پسرم، چرا نمیدم، بیای تو بشینید. هر دو کنار هم روی صندلی نشستیم و فرخنده خانم چای برامون ریخت و جلومون گذاشت. هومن مدتی به استکان چای نگاه کرد و بعد به فرخنده خانم گفت: فرخنده خانم، یادتون هست مثل قدیما وقتی ستایی من و فرهاد و لیلا می اومدیم اتاقتون، مثل حالا چای می ریختید و جلومون می زشتید؟ فرخنده خانم: آره مادر، یادم هست، ولی از اون موقع خیلی گذشته. هومن: مگه ما برای شما فرقی کردیم؟ فرخنده خانم خندید و گفت: نه، فقط کمی گنده شدید. هومن: ما هنوز هم کوچیک شماییم فرخنده خانم. اومدم اجازه بگیرم ازتون. یعنی اجازه بدید که اگه خدا بخواد با لیلا ازدواج کنم. یعنی غیر رسمی اومدم خواستگاری. اگه شما موافق باشید و لیلا هم موافق باشه، بعداً با پدرم میام. فعلا میخوام بدونم شما به این وصلت راضی هستید یا نه. من تحصیلاتم تموم شده. اگر حتی پدرم هم کمکم نکنه، نمیگم که از سر تا پای لیلا رو طلا و جواهر میگیرم، ولی سعی میکنم خوشبختش کنم. حداقل اینه که یه زندگی معمولی رو براش درست میکنم. اگر هم که پدرم کمک کنه که دیگه چه بهتر. حالا شما منو به غلامی قبول میکنی؟ اشک از چشمان فرخنده خانم سرازیر شد. مادرم که از چند لحظه غم پشت سر ما دم در ایستاده بود، به جای فرخنده خانم گفت: اگه لیلا دختر واقعی من بود و اگه من مادر واقعی لیلا بودم، قبول میکردم. فرخنده خانم در حالی که اشکاشو پاک میکرد گفت: من هم حرفی ندارم. از خدا میخوام که خوشبخت بشید، به پای هم پیر بشید. من لیلا رو اول به خدا، بعد دستتو میسپارم. من کاری جز دعا از دستم بر نمیاد که براتون کنم. هومن: همون دعای خیر شما بهترین چیزه که ما بهش احتیاج داریم. حالا با اجازهتون میرم با لیلا صحبت کنم. هومن بلند شد و با بسته کادو به طرف اتاق لیلا که در طبقه بالا بود رفت. پشت در اتاق ایستاد و در زد. لیلا: بفرمایید. هومن: من هستم لیلا خانم. هومن: اجازه میدید بیام تو؟ لیلا: بله بفرمایید، در بازه. هومن برگشت و به من نگاه کرد. لبخندی زد و داخل اتاق رفت. خوشحال بودم از اینکه این دوتا به هم رسیدند. هم هومن رو دوست داشتم و هم لیلا رو. دلم میخواست هر دو سر و سامون بگیرن و خوشبخت بشن. هر دو از نظر معنوی سختی کشیده بودن و هر دو هم بچه‌های خوبی بودن. اگه هومن و لیلا با هم ازدواج میکردن، خیال من از هر دو طرف راحت میشد. در دل دعا میکردم که پدر هومن هم موافقت کنه. اگه مسئله مخالفت پدر هومن نبود، دیگه غصه‌ای نداشتم. آماده بودم که تا هومن بیرون اومد، آهنگ مبارک باد رو بخونم که یک دفعه صدای فریاد لیلا رو شنیدم و بعد صدای پرت شدن جسمی به گوش رسید. آنگاه در باز شد و هومن بیرون اومد. من هاج و واج نگاهش میکردم.
با سرعت از پله‌ها بالا رفتم. به محض رسیدن به هومن متوجه شدم که از گونه هومن خون جاری شده. اصلا نمیفهمیدم که چه اتفاقی افتاده. که لیلا با بسته کادویی که هومن براش خریده بود عصبانی بیرون اومد و با فریاد گفت تو دیوونه فکر کردی من احتیاج به ترحم دارم؟ چون دیشب من اونطوری شدم اومدی که برای رضای خدا ثواب کنی؟ و وقتی که چشمش به صورت خون‌آلوده هومن افتاد و سر و زمین انداخت و گریه کنان به اتاق رفت. هومن خیلی آرام جلو رفت و از لای در به لیلا گفت بچگیاتم هم انقدر لجباز بودی، اما مطمئن باش من چون واقعا دوست دارم دست بردار نیستم. لیلا با فریاد برو بیرون. تا هومن به طرف من برگشت از حالت صورتش خندم گرفت و گفتم عجب خواستگاری، مبارک باشه هومن خان. و جالب این که هومن اصلا ناراحت نبود و گفت قربان تو، صبر کن صورتمو بشورم بعد میرم شیرینی بخرم بیام. مادرم و فرخنده خانوم هر دو هم زمان پرسیدن چی شده؟ چرا صورتت خونیه؟ هومن هیچی، الحمدلله لیلا رضایت داد، یعنی قبول کرد. الان میام که ساعت عقد و عروسی رو تعیین کنیم. من از خنده داشتم روده بر می شدم که لیلا بعد از شنیدن حرف هومن از لای در اتاق با تعجب به هومن نگاه کرد و لحظه‌ای بعد محکم در رو بست. پدر هم از رفتار هومن اونقدر خندید که به سرفه افتاد و بعد جلو اومد و دستی پشت هومن زد و گفت خوشم اومد، این خواستگاری تاریخی شد. برو یه جعبه شیرینی بخر و بیار، فعلا خودمون میخوریم. دنیا رو چه دیدی؟ شاید لیلا هم رضایت داد. هومن به دستشویی رفت و بعد از شستن صورت پایین اومد. فرخنده خانوم وقتی زخم صورت هومن رو دید محکم به صورت خودش زد و گفت خدا مرگم بده، دختر وحشی شده، ببین چه بلایی سر این بچه آورده. و خواست که به طرف اتاق لیلا بره که هومن جلوشو گرفت و گفت نه فرخنده خانوم، لطفا نرید بالا، لیلا الان عصبانیه، بعدن آروم که شد خودش تصمیم میگیره. مادرم برای هومن چسب زخم آورد و بعد هومن به طرف در خونه حرکت کرد. با تعجب از او پرسیدم هومن کجا میری؟ هومن شیرینی بخرم الان برمیگردم. ناباورانه نگاهش کردم که از در بیرون رفت. خیلی از رفتارش خوشم اومد. احتمالاً بیرون رفت تا ما متوجه خشمش نشیم. شیرینی بهانه بود. بلافاصله بالا رفتم و در زدم. لیلا. بله. من هستم لیلا، میتونم بیام تو؟ لیلا. بفرمایید. رفتم تو. لیلا روی تخت نشسته بود. من هم روی یک صندلی روبروی او نشستم و نگاهش کردم. لیلا هم منو نگاه کرد. لحظاتی به همین صورت گذشت و یک دفعه هر دو شروع به خندیدن کردیم. لیلا کجا رفت؟ رفت شیرینی بخره، ولی فکر میکنم که رفت تا ما اشکاشو نبینیم. لیلا باور نمیکنم که هومن گریم کنه. برای اینکه تو اونو درست نمیشناسی. دلش مثل شیشه است. تو علاوه بر صورتش دلشو هم زخم کردی. لیلا تو اشتباه کردی. هومن هیچ ترحمی نسبت به تو نداره. دل و زبون هومن یکیه. اگه صحبت ترحم بود کارهای دیگه هم میتونست کنه، ولی تو موردی برای ترحم کردن نداری. هومن تو رو دوستت داره، از بچگی هم دوستت داشت. تو هم از بچگی اونو دوست داشتی. نگو نه. الان که هومن برگشت اگه به چشاش نگاه کنی میبینی که سرخه.
یعنی گریه کرده. من از بچگی با اون بزرگ شدم، خوب میشناسمش. حالا یه سوالی ازت دارم. لیلا، تو من رو دوست نداری؟ نمیخوای باشه ازدواج کنی؟ من مثل برادرت هستم، با من حرف بزن، درد و دل کن. چند دقیقه سکوت برقرار شد. بعد لیلا گریه کرد و لحظاتی بعد پرسید. صورتش خیلی زخم شد. اون مهم نیست، مهم زخم دلشه. دیشب که تو رو بدون چادر رو سری دید، چی میگن، دل از کف داد، پدرشو در آوردی. خواستی خودتو بکشی، اونو کشتی. دیشب بعد از اینکه از تو جدا شدیم توی باغ خیلی با هم صحبت کردیم. لیلا دوستت داره، اونم تو زندگی خیلی سختی کشیده مثل خودت. البته تو خودت همه رو بهتر میدونی. هومن خودش رو آماده کرده که اگر پدرش هم مخالف بود با تو ازدواج کنه. تو هم آزادی که همسرت رو انتخاب کنی، هیچ اجباری در کار نیست. هومن پسر خوبیه، مرده. اصلا ممکنه پدرش مخالفت کنه، هنوز به خانواده‌اش چیزی نگفته. اگه پدرش راضی نباشه شماها باید از صفر شروع کنید، پا به پای هم. من نمیگم لیلا چیکار کن، ولی اگه در قلبت واقعا هومن رو دوست داری، به خودت و این جوون لج نکن. نمیگم لگد به بخت خودت نزن، چون احتمالا خیلی مشکل دارید. باید زندگی رو با دستاتون بسازید، دوتایی با هم. حالا خودت میدونی. این رو هم بگم که تو از حمایت کامل ما برخورداری. لیلا چند لحظه مات به من نگاه کرد. بعد گفت میدونی فراد، مشکل یکی دوتا نیست. هومن چجوری بگم، خیلی از من سره. من دفعه پیشم بهت گفتم از یک دانشجو بعیده که این حرفا رو بزنه. هومن هم مدت 8 سال در اروپا زندگی کرده، اصلا در بند این حرفا نیست. میدونی لیلا، یکی از چیزایی که ما اونجا یاد گرفتیم اینه که به شخصیت خود آدم ها بها بدیم. در ضمن خودتو دست کم نگیر. خانومی نجیبی خوشگلی که همون پدر رفیق ما رو در آورد. و از همه مهمتر این که مادرت فرخنده خانوم قابل احترامه. لیلا، حالا فرد تو به مطلق اینا رو به من میگی؟ من اینطوری فکر میکنی؟ پس گوش کن. هومن به من یه روز که شهره و خالم اینجا بودن گفت با این مادر شهره خدا به دادت برسه. میدونی یعنی چی؟ یعنی این که اگر جای فرخنده خانوم خاله من بود، هومن امکان نداشت به خواستگاری تو بیاد. حالا هر چقدر که خوشگل و پولدارم بودی. در هر صورت اگر سوالی داری بهتر از خود هومن بپرسی. اون بهتر میتونه جواب بده، چون زندگی خودشه. باز هم بهت میگم اجازه بده که احساس واقعی و حقیقیت خودش رو نشون بده. ولی اگه واقعا به هومن احساسی نداری، خودتو معذب نکن و عذاب نده. رک بهش بگو، مطمئن باش ناراحت نمیشه. اینها رو گفتم و بلند شدم و اومدم پایین. فرخنده خانوم و مادرم و پدرم منتظر نتیجه صحبتم با لیلا بودن که بهشون گفتم لیلا احتیاج به فکر کردن داره، باید بهش فرصت داد. نیم ساعت منتظر هومن موندیم. کم کم داشتم نگران می شدم که زنگ زدن. هومن بود با یک جعبه شیرینی، همونطور که حدس زده بودم گریه کرده بود، چشاش سرخ سرخ بود. جعبه شیرینی را باز کرد و بعد از تعارف همه وقتی جلوی من اومد خندیدم و گفتم هومن خواهد، این شیرینیه چیه؟ عروسی؟ اگه عروس قبول نکرد چی؟ هومن: آره شیرینی عروسیه، اگه هم عروس قبول نکرد بازم فرق نداره، دعا میکنم با کس دیگه خوشبخت بشه چون دوستش دارم.
جملات هومن رو لیلا که تقریباً وسط پله ها رسیده بود شنید. آرام پایین آمد و وقتی از کنار هومن رد شد لحظه ایستاد و به هومن نگاه کرد و بعد به طرف فرخنده خانم و مادرم رفت و بین اونها نشست. هومن جعبه شیرینی رو روی میز گذاشت و او هم نشست. من هم بلافاصله شیرینی را برداشتم و به لیلا تعارف کردم. لیلا با خنده یکی برداشت و قبل از خوردن گفت باید با هومن خان صحبت کنم. بعد طوری که کسی متوجه نشد به من اشاره کرد، یعنی با انگشت روی صورتش مسیر اشک رو نشون داد. اونم فهمیده بود که هومن گریه کرده. بعد از خوردن شیرینی دوباره گفت من فعلا امتحان دارم. باید هومن خان صبر کنن تا امتحانات من تموم بشه. فرخنده خانم، لیلا در درصد از هومن خان و فرهاد خان کمک بگیر مادر. هومن: لیلا خانم اگه اجازه بدید من تو درس بهتون کمک میکنم. هومن هوس کردی یه چیز دیگه ول کنه تو کلت؟ لیلا سرش رو پایین انداخت و بقیه هم خندیدن. چند روز از این جریان گذشت. لیلا مشغول درس و امتحان بود. در این چند روزه هم لیلا و هم هومن فرصت داشتن که باز هم فکر کنن. از اول همین هفته من به کارخونه پدر رفته بودم و مشغول کار. از ساعت 9 صبح تا 2 بعد از ظهر که ساعت 2 پدر می اومد و پست رو از من تحویل می گرفت. هومن هم به پیشنهاد پدرش تقریباً به همین صورت مشغول به کار شده بود. البته تا ساعت 1 بعد از ظهر. در کارخونه پدر نظم و ترتیب کاملاً برقرار بود. صبح ساعت حدود 7 از خواب بیدار می شدم و بعد از حمام و صبحانه رأس ساعت 9 تو کارخونه حاضر بودم و ساعت 2 هم به خونه برمیگشتم و بعد از ناهار کمی استراحت. بعد بقیه ساعات روز را در اختیار خودم بودم. تا اینکه اون روز بعد از اینکه به خونه اومدم و ناهار خوردیم، لیلا سر غذا به من گفت فرهاد اگه بشه که در درس زبان کمکم کنی ازت ممنون میشم. یادم رفت بگم پدرم دوباره گفته بود که باید لیلا و فرخنده خانم با ما غذا بخورن. البته قبلا هم همین کار رو میکردن، ولی با آمدن من چون لیلا احساس غریبگی میکرد ترجیحاً در اتاق خودشون غذا میخوردن. ولی با اتفاقی که افتاد صمیمیت بین من و لیلا دوباره به روال عادی برگشت. باشه هر موقع خواستی بگو. در ضمن اگه دلت میخواد فردا قرار من یه سری برم شاه عبدالعظیم. اگه خواستی تو هم بیا بریم. الان یه تلفن میخوام به هومن بزنم. حاله هم احتمالاً میاد. اونجا یه چیزیه که حتما برات جالبه. لیلا مدتی فکر کرد و گفت اگه مامان اجازه بده بد نیست. خیلی هم خوشحال میشم. فرخنده خانم چه عیبی داره مادر؟ فرهاد خان که هست. هومن و حاله هم که غریبه نیستن. در ضمن خوبه که با اخلاق هومن هم بیشتر آشنا میشی. شاید قسمت این بود که بری تو خونه اونا. بهتره با حاله هم بیشتر آشنا شی. مادرم: آره لیلا جان، هم خستگی امتحان از تن در میره، هم بهتره در یه چنین موقعیتایی با خلق و خوی هومن بیشتر آشنا بشی. پس به هومن زنگ زدم. وقتی جریان رو فهمید خیلی خوشحال شد. قرار فردا رو گذاشتیم. لیلا پرسید که هومن چیزی در مورد خواستگاری به خانوادش گفته؟ من فکر نکنم چیزی گفته باشه، چون قرار بود که تا از تو مطمئن نشده به اونا حرفی نزنه. حالا فردا میتونی خودت ازش بپرسی. صبح ساعت حدود 9 بود که حاله و هومن پیداشون شد و با ماشین پدر هومن 4 تایی حرکت کردیم. لیلا و حاله با هم از قبل آشنا بودند. خوشو بش کردن و احوال پرسید.
حالا بدون مقدمه به لیلا گفت که به امید خدا زن برادر من میشی لیلا. لیلا سرخ شد و خندید. اومد. قربون تو خواهر چیز فهم. حرفو باید اینطوری به موقع زد. بعد برگشت طرف لیلا و گفت اگه این دفعه چیزی پرت کنی تو سرم میرم از دست دادگاه عارض میشم. لیلا با خنده خیلی دردتون اومد؟ باید ببخشید. نمیدونم چرا اون عمل زشت رو انجام دادم. خودم بلا فاصله پشیمون شدم. دست خودم نبود. من. دست درد نکنه لیلا. بالاخره یکی پیدا شد تقاص منو از این بگیره. حاله اما ضربه دستی داشتی یا با چی زدی؟ عزیزای دلم، این قسمت رمان پریچه‌رم به پایان رسید. خیلی ممنونم از اینکه همراه من هستید. دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.